من تازگی یه کتابی رو تموم کردم که قبل از اینکه میخواستم شروعش کنم انتظار یک اثر خیلی خاص و بزرگی داشتم، چون عنوانش و اسم نویسندش رو خیلی شنیده بودم. به خاطر همین با یک نگاه اینطوری رفتم سراغ کتاب و کاملا غافلگیر شدم. داستان درباره یک کاراگاهیه که یک چند تا ماجرای عجیب و غریب براش پیش میاد و داره تلاش میکنه که اونا رو حل کنه. یک شخصیت دائم الخمر که مدام داره به زمین و زمان فوش میده. این کتاب اسمش از عامه پسند چارلز بوکوفسکی. اسمش رو همه شنیدیم احتمالاً. یک نویسنده معروف آمریکایی، کلی توی کشور خودش طرفدار داره. این آخرین کتابشه که نوشته و خیلی میگن به خاطر اینکه آخرای عمرش بوده و یک نگاه بدبینانه ای داشته نسبت به مرگ و اینها، احتمالاً به خاطر اینه که این کتاب اینجوری نوشته شده. ولی برای من جز کتابایی بود که یه ذره به سختی خوندمش و تمومش کردم، ولی تجربه بدی نبود. شما آثار دیگه چارلز بوکوفسکی رو اگه خوندید خوشحال میشم که نظرهای خوبتون رو برای منم بنویسید.